دکتر ببرک وسا، نغمه پرداز سرزمین خورشید. نویسنده و خوانش متن فتانه مقتدر. تهیه و تدوین کلیپ انجینیر ظاهر توریال. استاد ببرک وسا آهنگساز، رهبر ارکستر، پژوهشگر موسیقی و استاد برجسته هنر از چهره‌های شناخته شده موسیقی افغانستان در عرصه ملی و بین المللی است. وی در اول سرطان سال 1326 خورشیدی مطابق به 21 جون 1947 میلادی در خانواده فرهنگی و فرهیخته دیده به جهان گشود. پدرش زنده یاد دکتر محمد رسول وسا از دکتران نامدار کشور بود که مدت در شهر غزنی به عنوان سرطبیب ایفای وظیفه می کرد و در همان سال با همسر و 3 فرزندش دوباره به کابل برگشتند. استاد ببرک وسا از همان سالهای نخستین زندگی استعداد شگفت انگیز خود را در عرصه موسیقی آشکار ساخت. از 5 سالگی به برنامه‌های کودکان رادیو افغانستان راه یافت و اندک بعد در راستای سرایندگی، تمثیل و نوازندگی در تئاترها و رادیو کابل آن وقت فعالیت خود را گسترش داد. حضور پیوسته و درخشان استاد ببرک وسا در رادیو افغانستان و محافل هنری آن روزگار زمینه‌ساز شکلگیری یکی از موفق‌ترین مسیرهای هنری در تاریخ موسیقی معاصر افغانستان شد. در نوجوانی به عنوان نماینده کودکان افغانستان همراه با مستوره اصیل وزیری و تحت سرپرستی زنده یاد معصومه وردک در یک ماموریت رسمی فرهنگی به هندوستان اعزام گردیدند و در جریان 3 هفته طی دیدار از مکاتب و مراکز هنری و آموزشی آن کشور در 7 شهر مختلف هند فرهنگ، هنر و نظام آموزشی افغانستان را برای همسالان خویش معرفی نمود. این تجربه آغاز حضور بین المللی وی در عرصه فرهنگ و هنر به شمار می رود. دکتر وسا در سالهای بعد همراه با گروهی از هنرمندان تئاتر و رادیو افغانستان برای اجرای برنامه‌های هنری به کشورهای آسیای میانه سفر کرد و با نوازندگی آکاردیون و آوازخوانی در معرفی موسیقی افغانستان سهم ارزشمند ایفا نمود. استاد وسا تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در کابل به پایان رسانید و پس از موفقیت در آزمون کانکور وارد فاکولته طب شد. اما عشق عمیق و پایان ناپذیر با موسیقی سبب گردید تا مسیر زندگی خویش را در جهت هنر انتخاب کند. بدین ترتیب به استخدام رسمی رادیو افغانستان درآمد و پس از 1 سال عضویت در مدیریت آرشیو موسیقی و کتابخانه رادیو افغانستان موفق به دریافت بورس تحصیلی موسیقی شد. با استفاده از این بورس در سال 1965 میلادی برای ادامه تحصیل به اتحاد جماهیر شوروی وقت اعزام گردید و پس از فراگیری زبان روسی و سپری نمودن دوره‌های آمادگی وارد آموزشگاه موسیقی وابسته به کنسرواتوار مسکو شدند و آن را با عالی ترین درجه به پایان رسانید. سپس در کنسرواتوار مشهور چایکوفسکی به تحصیل ادامه داد و در سال 1978 میلادی موفق به اخذ مدرک ماستری در رشته آهنگسازی و رهبری گروه‌های سراینده و ارکستر سمفونی گردید. استاد ببرک وسا پس از بازگشت به افغانستان از ماه نوامبر سال 1978
تا ماه اپریل 1980 به عنوان مدیر عمومی موسیقی رادیو تلویزیون افغانستان ایفای وظیفه نمود و در همین دوران نمایندگی کشور را در یک سمپوزیوم بین المللی موسیقی در فیلیپین به عهده داشتند و درباره موسیقی افغانستان سخنرانی کردند. استاد وسا در سال 1980 میلادی ناگزیر به ترک وطن شد و زندگی تازه‌ای را در آلمان آغاز کرد. از آن زمان به بعد فعالیت‌های هنری استاد وسا وارد مرحله تازه و گسترده تر گردید. دکتر ببرک وسا به عنوان استاد موسیقی، آهنگساز، رهبر گروه‌های سراینده کور، معلم پیانو، رهبر ارکسترهای سمفونیک و جاز و مشاور هنری 10 سال در مراکز فرهنگی و هنری آلمان و اروپا به فعالیت پرداخت و آثار ارزشمند فراوانی را خلق کرد. در سال 2003 میلادی به عضویت رسمی انجمن آهنگسازان و ناشران موسیقی آلمان پذیرفته شد و 1 سال بعد عنوان موزیک دایرکتر از سوی انجمن رهبران حرفه‌ای گروه‌های سراینده آلمان به وی اعطا شد. در سال 2006 میلادی به درخواست دولت افغانستان سرود ملی افغانستان را با شعر آقای عبدالباری جهانی برای ارکستر سمفونیک، ارکستر سازهای بادی و آواز نوشت و آن را به ملت افغانستان تقدیم نمود. استاد وسا در طول سالهای فعالیت هنری جوایز، مدال‌ها و تقدیرنامه‌های متعدد از نهادهای فرهنگی، هنری و موسیقایی اروپا و افغانستان دریافت کرده است. از جمله مدال‌های نقره و طلا از انجمن‌های هنری آلمان و همچنین کریستال افتخار تلویزیون آریانا از جمله افتخارات برجسته وی به شمار می‌رود. یکی از مهمترین خدمات استاد ببرک وسا معرفی و بازآفرینی موسیقی افغانستان برای مخاطبان غربی است. او با بهره‌گیری از دانش عمیق موسیقی کلاسیک غرب و هارمونی شماری از نغمه‌ها و ملودی‌های اصیل افغانستان را برای ارکسترها و سازهای گوناگون تنظیم کرده و پل میان موسیقی شرق و غرب ایجاد نموده است. در سال 2016 میلادی یکی از آثار برجسته وی برای 3 ساز پیانو، کلارینت و کنترباس توسط نوازندگان اروپایی در یک رقابت معتبر موسیقایی اجرا شد و موفق به کسب مقام نخست گردید. این اثر بعدها در کنسرت‌های متعدد در اروپا و امریکا بر روی صحنه رفت. شماری از آثاری که استاد وسا برای ارکسترهای سمفونیک و سازهای مختلف نوشته در 3 مطبع جرمنی به چاپ رسیده و از همان طریق به دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد. استاد ببرک وسا طی دهه‌های فعالیت هنری خویش کنسرت‌های فراوانی را در کشورهای مختلف جهان رهبری و اجرا کرده است. او علاوه بر افغانستان در آلمان، روسیه، هندوستان، فرانسه، اتریش، ایتالیا، بلژیک، جمهوری چک، ترکیه، فیلیپین و ایالات متحده آمریکا حضور هنری داشته و در بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز سفرهای هنری و فرهنگی انجام داده است. رهبری چندین کنسرت بزرگ در تالارهای معتبر اروپایی از جمله درخشانترین بخش کارنامه هنری وی محسوب می شود. در کنار فعالیت‌های هنری، استاد ببرک وسا همواره به مسئولیت‌های اجتماعی و انسانی نیز توجه ویژه‌ای داشته. وی در سال 2007 میلادی بنیاد خیریه ما اطفال افغان را مساعدت می‌کنیم را بنیان گذاشت. نهادی که با همکاری همسرش زینب وسا توانسته است طی سالیان متمادی کمک‌های قابل توجهی را برای حمایت از کودکان یتیم افغانستان فراهم سازد. این بنیاد
با تأمین هزینه‌های ساختمانی، آموزشی و رفاهی در بهبود شرایط زندگی و آموزش صدها کودک افغان نقش مؤثر ایفا کرده و می کند. استاد ببرک وسا افزون بر موفقیت‌های هنری در زندگی خانوادگی نیز شخصیت موفق و الهام بخش به شمار می رود. وی دارای 2 دختر و 1 پسر است که هر یک در عرصه‌های علمی و تخصصی به موفقیت‌های چشمگیر دست یافتند. امروز نام دکتر ببرک وسا و استاد ببرک وسا نه تنها در حافظه موسیقی افغانستان بلکه در محافل هنری و فرهنگی جهان به عنوان نماد دانش، خلاقیت، تعهد فرهنگی و خدمت به هنر و انسانیت شناخته می‌شود.